هم بریم فردا صبح ساعت 9 بیایم. فرمانده پایگاه روسا که فهمیدن اینا میخوان فردا صبح بیان، اومدن یهویی نصف شب ما رو بردن. کجا بردن؟ یه جا دیگه 10-15 روز جای دیگه نگرمون داشتن که اونا نفهمن. حتی نمیذاشتن اونا هم بدونن، یعنی خود پایگاه هم نمیذاشتن ما بچرخیم، میگفتن که شما باید اینجا مخفی باشی. بعد بردن مسکو. ارشد و حضورت که اون کاظم جلالی اونجا هستش. آره سفیر ایران در سازمان. آره سید مهدی نبوی و کاظم جلالی و این بچه ها بودن اینا. بعد اون وقت بردن مسکو و آره چطور گیر اونا افتادی شما؟ چطور افتادی اونا گیر ما افتادن. اونا گیر شما والله میگم، میدونی به من در اومد گفتش که گفت جمهوریت اسلامیت زینبیه. گفتم نعم. گفت لماذا؟ گفتم لهذا عباد الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. والله اینطوری بهشون گفتم. انا نستقبل الموت. گفتم انا نستقبل الموت. شما چی خیال کردین؟ اونا واقعا گیر ما افتادن. تو حرم عمه جان حضرت زینب علیها السلام هم اومده بودن آقا خبرنگار داعش